محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان صبح امروز به منظور بررسی وضعیت عمومی امنیتی ولایت مشرقی به ولایت ننگرهار سفر نمود و از قول اردوی 201 سیلاب دیدن کرد. رئیس جمهور کشور نخست در مراسم فاتحه خوانی شهدای ولسوالی کوت ننگرهار اشتراک نمود و بر روح همه شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به ویژه شهدای ولسوالی متذکره اتحاف دعا کرد. رئیس جمهور غنی خطاب به باشندگان ولسوالی کوت گفت که فرزندان شما با شجاعت و دلیری از وطن و مردم خود دفاع نمودند و همه نیروهای امنیتی و دفاعی به مانند نور چشمان ما هستند. رئیس جمهور ضمن ستایش از شجاعت و قهرمانی‌های نیروهای امنیتی و دفاعی کشور از مردم نیز تشکری نمود که در شرایط دشوار به گونه بی سابقه در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی خود ایستادند و با آنان همکاری می‌نمایند. رئیس جمهور کشور گفت از مادران و خواهران ما تشکر که تحت هر شرایط فرزندان قهرمانشان را حمایت کردند و به سنگرهای داغ آنان غذا و نان می‌فرستند. در مقابل یک تن به نمایندگی از وارثین شهدا صحبت نمود و از رئیس جمهور به خاطر غم شریکی و همدردی با آنان تشکری کرد. او گفت که ما در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی خود هستیم و از آنان حمایت می‌نماییم. سپس رئیس جمهور کشور در حالی که والیان، قماندان قلوردوی 201 سیلاب، قماندانان زون امنیه، سرحدی، نظمنامه و رؤسای امنیت ملی ولایت مشرقی حضور داشتند، در جلسه امنیتی اشتراک نمود. در این جلسه قماندان قلوردوی 201 سیلاب به نمایندگی از مسئولین امنیتی گزارش مفصل را در خصوص وضعیت امنیتی ولایت مشرقی بر رئیس جمهور ارائه کرد. همچنان والیان ولایت کنر، نورستان، لغمان و ننگرهار نیز پیرامون اجرات کاری ولایت مربوطشان بر رئیس جمهور کشور گزارش دادند. رئیس جمهوری کشور پس از استماع گزارشات والیان و مسئولین امنیتی ولایت مشرقی جهت بهبود اوضاع عمومی امنیتی ولایت مذکور به آنان هدایت لازم داد. بعداً رئیس جمهور کشور طی نشست‌های جداگانه با شمار از سربازان، بریدملان، دوم بریدملان و دیگر والان مشکلات و پیشنهادات آنان را استماع نمود و جهت رسیدگی به خواسته ها و پیشنهاداتشان به مسئولین زیربط هدایت لازم داد. متعاقباً رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در یک جلسه عمومی که تعداد کثیری از نیروهای امنیتی و دفاعی و مسئولین بلند رتبه نظامی نیز حضور داشتند اشتراک کرد. در این جلسه ابتدا قماندان قول اردوی 201 سیلاب به نمایندگی از دیگران بر رئیس جمهور کشور خوش آمدید گفت. او افزود شما همواره به نیروهای امنیتی و دفاعی روحیه می‌دهید و در شرایط سخت و دشوار جنگ را رهبری نمودید که این رهبری سالم باعث دفع و خنثی شدن پلان‌های شوم دشمن گردیده است. رئیس جمهور کشور خطاب به نیروهای امنیتی و دفاعی کشور گفت زنن راغلم زلتاس نمانه نوکم تل دیوی قهرمان سیلاب قول اردو او تل دیوی قهرمان اردو دی افغانستان. او طول امنیتی او دفاعی ځواکونه د افغانستان. من امروز آمدم که از شما قدردانی کنم چون شما بر دنیا ثابت کردین که سرباز، بریدمل، افسر و جنرال افغانستان شجاع است، دلیر است، سر از این وطن باور دارد و از هر وجب از این خاک دفاع میکنه. در نتیجه سربازی شما، در نتیجه فداکاری شما، جهان با یک آواز، با یک صدا، با یک اجماع با قوت همکاری خود را برای 3 سال آینده برای تقویت، تجهیز، تمویل و همکاری با قوای امنیتی و دفاعی افغانستان اعلام کرد. رئیس جمهور غنی بر مبارزه جدی علیه یک تروریستان به ویژه داعش تاکید نموده گفت داعش همراه ما چی کار داره؟ پول را سر نیکه را سر شریک ده، غور نیکه را سر شریک ده، چه شراکت را سر لده، چه داوالری را سر لامده جنا در اعلان کوم چه پراتلون که هفته اوکه تاسه اتل قول اردو ده سیلاب ده داعش بیخ او ریشه با ختمه وی. رئیس جمهور تاکید ورزید
که افغانستان شکست ناپذیر است زیرا این کشور روحیه ملی دارد و همواره پیروز خواهد بود. وی گفت که جنگ بر ما تحمیل گردیده است و ما همچنان که در راه تأمین صلح تعیین نمودیم به خاطر رسیدن به صلح با عزت در کشور به تلاش‌های خویش ادامه می‌دهیم. رئیس جمهور تصریح نمود که جنگ در افغانستان داخلی نیست بلکه این یک جنگ منطقوی و فرامنطقوی است، چنانچه حمله اخیر در مدینه این موضوع را ثابت ساخت که تروریستان حتی به اماکن مقدس باکی ندارند. رئیس جمهور کشور گفت تعهد اول مایست که خانواده‌های شهدای اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی باید صاحب مسکن شد. بعد از اون مشکلات مسکن دیگه حل میشه. هر افسر ما، هر بریدمل ما باید یقین داشته باشه که اولادش مورد توجه قرار گرفته و این ضروری است. رئیس جمهور کشور با اشاره بر روحیه قوی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور افزود روحیه را که من امروز دیدم از سربازای ما، از بریدملای ما، از افسرای ما، از دگروالای ما، از جنرالای ما یک روحیه باورمند است، یک روحیه ملی است، یک روحیه اسلامی است. این روحیه همیشه ممکن به پیروزی میشه. ما په ټول جلساتو کې او نن تاسو په څیرو کې یو زبون څیره ونه لیدله، یو بې باوره څیره مې ونه لیدله، یو نفر مې ونه لیده چې تښتې ته تیار یې. تاسې د جنګ خلک یې، د میړانې خلک یې او د عزت خلک یې. نو دوی د پوسې که امید لري چې تاسې به ماته یې دا ارزو به ګور ته وړي. رئیس جمهور کشور یک بار دیگر تأکید ورزید که تشکیلات اردوی ملی از 352,000 کاهش نمی‌یابد بلکه پس از تعهد همکاری کشورهای ناتو با افغانستان تأسیسات و تجهیزات این نیروها تا سطح قلوردو تقویت خواهد شد. نقطه اول چیست؟ تمویل کامل به سطح کنونی. برادران 2 سال پیش ابهام کامل وجود داشت که آیا دنیا همراه ما استاده خواهد شد، آیا ما امکانات و تجهیزات خود داشتیم یا نخود داشتیم. جواب از این سوالی است که با اطمینان کامل پیش برویم. تمویل کامل موجود است. نه تنها قوای زمینی ما، قوای هوایی ما انشاءالله تعالی به صورت اساسی تجهیز و تمویل خواهد شد. دوم، تعهد قوای بین المللی برای تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان. نقطه اول ما دنیا را اطمینان دادم که بعد از این اولادشان در صف اول جنگ قرار نخواهد داشتند، چون نیروهای قهرمان دفاعی امنیتی و دفاعی افغانستان ظرفیت کامل دارند که این وظیفه را و این جانبازی را انجام بدن. اما 8400 اراکین امریکایی و جمعاً 11,000 نفر از دنیا موجود خواهد باشند که ممد شما باشند. معنی از این چیز؟ در هر قول اردو تقویه وجود خواهد داشت. به صورت اساسی اطمینان داشته باشین و در عین حال پشتیبانی قوای هوایی وجود خواهد داشت. و سوم، موضوع صلاحیت است. در تمام دورانی که حضور ناتو آیساف بود، صلاحیت های استعمال قوه قماندان آیساف محدود بود. امروز این محدودیت ها تغییر کرده. نه تنها القاعده، نه تنها داعش، بلکه از خاطر به دست آوردن موفقیت قوای امنیتی و دفاعی ما اینا هم کار میخواد باشه. و نقطه چهارم که از همه مهمتر است ایست که دنیا پیغام واضح به دشمنای افغانستان داده که در میدان جنگ غالب شده نمیتونین، تنها راه مذاکرات سیاسی است. در این نشست نیروهای امنیتی و دفاعی کشور همه به یک صدا با شعار این که نه سر میدهیم و نه سنگر و باید باقی بمانیم تعهد نمودند که با تمام توان از تمامیت ارضی و مردم خود دفاع میکنند
و علیه دشمنان مردم افغانستان تا نابودیشان مبارزه می‌نمایند. در اخیر رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به گونه یادبود از شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به پای منار شهدا اکلیل گل گذاشت.